سلام. حرف زدن میخواستی آدم با شما حرف بزنم ولی خجالت میکشیدم. شما فکر میدم شما خیلی کار دارید، ولی مامان میگن شما همیشه حرف همه بچه ها را حتی بزرگتر ها رو هر جا که باشن هر چقدر که حرف داشته باشن میشنوی. خیلی دوستتون دارم، از 10 بیشتر. اوقات دارم خواسته بود به شما بگم من همش منتظر شما. من هیچ کار بدی نمی کنم. تازه به همه بچه‌ام گفتن که کار دست نکنم چون شما ناراحت میکنه. بابا میگه اگه ما واقعا منتظر شما باشیم بعدش کار بد نکنیم و براتون دعا کنیم شما میاد. من واقعا بزرگ شدم که اصرارای شما باشم. بابا میگه اگه حداشت به کارات باشه و کار بدی نکنی چون مردمون رو ناراحت نکنی و ایشون رو بیشتر بشناسی خودش یاری به شماست. من شبایی که بیدار میشم تا شب همش دعا میکنم براتون. پشته نمیای. راستی خیلی دوستتون دارم. الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائك في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.